بینندگان عزیز، برنامه‌های تلویزیونی سوخ را صحیفه مناسبت دوام می‌دهد و ما در این برنامه خواستیم آید بیماری‌های سرایتی با مدیر شعبه کسلی‌های سرایتی ناحیه مهربان بالطیف هم صحبت شویم و به همین خاطر آن کس را به استودیو دعوت نمودیم. پیش از همه به استودیو تلویزیونی سوخ خوش آمدید و امروز می‌بینیم که بین اهالی از جمله کودکان بیماری‌های سرایتی یعنی گپاتیت خیلی اوج گرفته است. من برای گرفتن پیش راه همین بیماری چی باید کرد؟ سبب افزودن آن در چیست؟ در شرایط اولیوی باید برای گرفتن پیش راه آن با کدام چیز اعتبار دادن لازم است؟ مفصل‌تر به مردم معلومات میدادید در همین خصوص. کسلی گپاتیت ویروسی A در بین بچگان خردسال در فصل‌های تیرما و زمستان اوج میگیرد. در هر 3-4 سال در بین کودکان همین کسلی گپاتیت ویروسی A اپیدمی با وجود می آید، یعنی کسلی زیاد می شود. گپاتیت ویروسی A با واسطه بازیچه ها، با واسطه آبی خنک نوشیدن، با واسطه گویم کانتاکت شدن با در بین کودکان به دیگرش بچه های بیمار شده با بچه های سالم میگذرد. کانتاکت میگویم یعنی ملاقات کردن با دیگرش با واسطه عمل نکردن با قاعده های سانیتری گیگینی عمل نکردن بچه ها کسلی پهن می شود. کسلی گپاتیت A، سرشوی کسلی گپاتیت A علامت های آن از همین عبارت است که با مانندی گریپ سرشیدنش ممکن، مثلا تمپراتور بلند می شود، بیمار بیحال می شود، اشتهاش پس می شود، دل به حضور شدنش ممکن، چوشیدنش ممکن، شکمش در میکند یا که مانندی گریپ تف کرده بیمدار می شود یا که با مانندی کسلی درون روی چوشیدن و درد شکم و تمپراتور بلند شدن سر می شود و در دوام 3-4 روز پیشاب بیماران رنگش سرخ شده، در چشم و پوستی بیماران زردی پیدا می شود و وقتی که ما با تحلیل های لابراتوری میگذرانیم، تحلیل های لابراتوری بلند نشان میدهد، حجم جگر کلان می شود و ما با این کسلی دیاگنوز مونده به شفاخانه خوانده دوام میکنه. امروز در ناحیه خیلی اوج گرفته است همین بیماری، چون که ما هم شاهد شدیم یا شمراتی برفتیم به شفاخانه که شما فعالیت میبرید. همچون متخصص چی میگید سبب همین انیق شد؟ برای چی در ناحیه اوج گرفته شده است؟ سبب بسیار شوی کسلی گپاتیت A در آن است که اهالی سوخ زیاد جایگیر شدگی است. یکمش دیومش با آبی تازه نوشاکی پورا تامین نکردگی است. سومش مدنیتی طبی اهالی با آن درجه جواب نمیدهد. این اساسی سببش با واکسیناسیا نگرفتن اهالی نسبت گپاتیت A واکسیناسیا نگرفتنش سبب می شود که اگر بچه ها باید تمامی اهالی پدر و مادران باید در اویله تامین کنند که حالت سانیتری گیگینی براه مانده شود. باید بچه ها دویم دستاشون شسته افقات خورند، دویم با تازگی عمل کردن لازم و اساسی کسلی گپاتیت A برای پیشگیری کسلی گپاتیت A باید مثلا آدمان واکسیناسیا
ضد هپاتیت ویروسی A واکسیناسیا گیرن. این رو تو چند ساله میگیرن؟ در کجا میگیرن؟ با کجا مراجعه میکنن یا که خبر میدهن چه خیلی؟ ما یک چند بار با شفاکاران محله های نقطه های طبی توصیه کردیم. من یک دو ماه پیشم با همه قوپی ها پلیکلینیک های اویلوی شفاکاران مراجعت کردیم که باید به هر یک محله ها رسانند که با واسطه پترنش ها باید واکسیناسیا گذرانند برای پیشگیری کردن این هپاتیت ویروسی A. افسوس که همین چیز در عمل گذرانده نشد. از چند سال تا چند سال گرفت نشد؟ واکسیناسیا برای ضد هپاتیت A از سن 2 سالگی تا 7-8 سالگی گرفتنش ممکن است. واکسیناسیا رو بچه‌هایی که هپاتیت A شده گذشتگان با آنها لازم نیست واکسیناسیا گرفتن و در آن خانه هایی که در آنجا در دام یک دو ماه هپاتیت A با وجود آمدگی است با آنها نیز واکسیناسیا کردن دیر شدگی است. برای آنکه بعدی که مثلا آدم با هپاتیت ویروسی A دچار می شود در دام 15 20 یا 30-35 روز علامت های آن با وجود می آید. تو در دام همین خیلی ما میگویم دوری پنهانی کسلی ویروس در جسم کودک می افتد لیکن کسلی بعدی 15-20 روز یا بعدی 30-35 روز علامت های کسلی بعدی آن با وجود پیدا میشن. برای وقتی که ما در همین دوری پنهانی واکسیناسیا میکنیم ما پیشگیری کردن نمیتونیم که هپاتیت A نشود. یعنی واکسن نفع ندارد در این مورد. وقتی که ما واکسیناسیا میکنیم نفع آن بعد یک ماه بعد تاثیرش بعد سر می شود. واکسیناسیا چقدر از طرف دولت به پول تامین کرده می شود یا اینکه افسوس که واکسیناسیا در ازبکستان حاضر در ناحیه ما در از فرغانه از تشکیلات خصوصی پولی گرفته آمدگیان یک تا واکسیناسیا 200,000 سوم میستد یک دانه واکسیناسیا. اینا باید هر یک پدر و مادر از حساب خودش باید گرفته با فرزندانش واکسیناسیا کردنشان لازم است. ضد هپاتیت B از طرف دولت واکسیناسیا تامین کردگی حاضر در وقتی حاضر از طرف اهالی باید که هر یک پدر و مادران باید به این واکسیناسیا با مبلغ خودشان گرفته واکسیناسیا کنند. واکسیناسیا حاضر در سیس میگویم سانپستانسیا میگویم آورده شده که ضد هپاتیت ویروسی A یک چند آدمان گرفته واکسیناسیا استفاده بردن. امروز اونها از این کسلی صحت سلامت گشتن. حاضر من در محله های لمبر اوج گرفته، در محله های پیدیرگان گلستان من در شرق آباد دیویران همین کسلی اوج گرفته، در مولگان در چماخچه کسلی ها بسیار اوج گرفته است. در قشلاق‌هایی که در آن اهالی‌هایی که در آنجا این کسلی اوج نگرفتن باید که واکسیناسیا ضد هپاتیت A در وقتش گرفته از این کسلی احتیاط شوند. درباره کسلی گریپ نیز استفاده می‌گذارد چون که این کسلی هم سرایت کننده است، از دیگر کس به دیگر کس می‌گذرد. برای گرفتن پیش راه آن چی باید کرد و در بیشتر موارد ما به همین بیماری اعتبار نمی‌دهیم. گریپ یک کسلی عادی که گفتگی فکر در همه اهالی هست همین چیز، لیکن از گفته شفاکاران از نقطه نظر طب این یک کسلی خطرناکترین است. و همین طور البته کسلی
گریپ کسری سیریت کننده می باشد که سببچیش ویروس است و با راه‌های به هوا در واسطه گپ زدن و عطسه زدن و سلفیدن به هوا پهن شده به اطراف به آدم‌های سالم می‌گذرد و به راه‌های نفس رو بسیارتر شکست می‌دهد. گریپ از زمان قدیم به همه معلوم است که بسیار کسری خوفناک بوده، به حیات بسیار آدمان ضرر رساندگی است. در سالهای 1918 و 1919 پاندمی گریپ شده گذشتگی است که در دوام یک سال 500 میلیون آدم به این کسری دچار شده، از این 40 میلیونش وفات کردگی است. پاندمی گریپ این پاندمی گفته این پنجشوی کسری های سیرایتی در بین یک چند دولت ها پنجشوی کسری رو پاندمی میگویم. همه خیلی کسری خوفناک اساساً در فصل های خنک، در فصل های زمستان بسیارتر با وجود می آید و تیز در بین اهالی پهن می شود. علامت های اساسی کسری گریپ این بلند شدن حرارت بدن، عطسه زدن، سلفیدن، دل به حضوری بیزوته می کند، شکمش در می کند، اشتها پس می شود، قید می کند، دردی سر پیدا می شود و دردی دست و پای های و بغم ها، بیمداری و بیمجالی بیمداری، همه خیلی با این علامت ها کسری سر می شود و این علامت ها از 4-5 روز تا 1-2 هفته دوام کردنش ممکن است. و وقتی که ما به این کسری گریپ در وقتش پیشگیری نکرده یا دوا نگیریم، گریپ اثرات های گریپ سبب می شود که اثرات های گریپ مثلا برانخیت، پنومونیا، منینگیت، گیمریت می باشد که این با حیات بیمارها خوف جدی دارد. شخصانی که با کسری گریپ دچار میشن باید از خانه نبرایند، 4-5 روز در خانه دم گیرند، خوب روند و بیشتر کمپوت و آبی جوشاندگی رو، کمپوت رو، مثلا لیمون چای، همه خیلی افقات های سیاه مستوی و شربایی و همه خیلی افقات های شیر و استعمال باید کنن و به هر خیلی داروها خودسرانه با خوردن دارو و انتیبیوتیک ها ممکن نیست خوردنش. برای همین فقط با واسطه شفاکاران محلی مصلحت های آنها را گرفته باید در شرایط خانه دوا گیرند. وقتی که در خانه بچه ها تمپراتور بچه ها بلند می شود یا که بیزوته می شوند، با آنها مادران باید با پیشانی آنها سچاق رو با آبی سرد نم کرده با پیشانی آنها گذاشتنشان در کار، با بدن آنها آبی شیراگرم مالیدنشان در کار، یا سویچه پاراستامول یا تبلت‌های پاراستامول یا نورافین، ایبوفین، سیروپا رو باید برای پس کردن حرارت بدن در شرایط خانه باید یاردم کنند و دهانشون رو، گلوهاشون رو باید با معلول های فراتسیلین یا که نمکاب تست چرخه کرده استند و تست بینی ها رو شوفته استادنش شرط است. برای وقتی که این کسلی با اسارت میگذرد یا وزنی میگذرد باید بیماران در شرایط شفاخانه
دوا گیرن. پیشگیری کسری گریپ از اون عبارت است که وقتی که برای پیشگیری کردن در فصل مناظر تیرما و زمستان باید سر و لباس گرم پوشیدن، در هوای خنک نایستادن و در وقتش خوراک خوردن. وقتی که به کوچه میبریم به بینی ها مازی اکسالین مالیدن، خوردن تبلیتکه انافیران برای کلان ها، انافیران برای بچه ها، انافیران مخصوص برای بچه ها انافیران است. هر روز یک تبلیتکه یک محلی باید استعمال کنند برای پیشگیری کردن. اساسی من در مکتب و باغچه ها باید هر سحر پیش از تعلیم گرفتن باید از شفاکاری مکتب یا باغچه از نظارت شفاکار گذاشتن و بیمارایی که به این کسلی گریپ دچار شدگن علاهیده کردن و وقتی که اونا سالمن بعدیان رخصت دادن بچه ها به درس و باغچه ها در آمدنش رخصت دادنش شرط است. اگر همین تدبیرها نشود البته این کسلی گریپ هم در بین بچه ها در باغچه ها و مکتب ها نیز پهن می شود و اپیدمیای گریپ با وجود می آید. پیشگیری کردن کسلی گریپ اساساً برای ضد ویروسی گریپ واکسیناسیون گرفتن است که این هم در تشکیلاتی سیس گرفته آوردگان خود ضد کسلی گریپ هم واکسیناسیون گرفته ایستادن. واکسیناسیون گریپ از سن 6 ماهگی تا 90 سالگی همه اهالی باید که گیرن. بیشتر واکسیناسیون گریپ رو بعضی کسلی هایی که کرونیک کسلی ها میگویم، دوله نشان های دیل کسل یا که گویم که کسلی قند دارن، ساختن دیابت میگویم، یا هر خیل کسلی های بوم ها، کسلی های جگر و گرده گویم همین تست دوا میکنن در شفاخانه خوب رفته. اونها باید ضد کسلی گریپ باید حتما با با حامله دار، شخصی که حامله دار است با آنها هم ممکن اجازه داده میشه؟ با شخصان حامله دار هم ضد ویروسی گریپ واکسیناسیون گرفتن ممکن است. اگر اهالی همه‌شون ضد کسلی گریپ واکسیناسیون گیرن البته ما برای پیشگیری کردن این کسلی فرق شده میتونیم و شماره بیماران کم میگردن و از اثرات آنها خلاص میشویم. هر سال در روی جهان جدویم بسیار به این کسلی دچار شده. از این کسلی هر سال میلیون آدما از این کسلی وفات میکنند. رحمت درست قید کردید و البته اطمینان داریم که تماشابینان مردم ناحیه از این صحبت شما خلاصه های ضروری برآوردن، به قاعده هایی که شما تاکید کردید رعایت میکنند، زیرا بهر انسان جز سلامتی دیگر چیزی پرارزشتر و پرقیمتتر نیست. ثروتمندترین انسان آن است که سلامتی مستحکم داشته باشد. در عرفیت میگویند که سر امان باشد کلاه یافت میشود. و البته اگر سلامتی امان مستحکم باشد زندگی امان نیز فراوان میگردد و تنج و آسایشته حیات به سر میبریم. بار دیگر به استودیوی تلویزیونی سوخ خوش آمدید. برای صحبتی پرمضمون تشکر. بینندگان عزیز، برنامه های تلویزیون سوخ دوام دارد، با ما باشید. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای هفته سپری شده ایستاده بخش خبری و تحلیلی هفته در استودیو با شما جهانگیر صابر و شما در بخش خبری و تحلیلی هفته با خبر و رویدادهای مهمی که ما در دوام این هفته توسط بخش اخبار تلویزیون سوخ نمایش داده بودیم بار دیگر شناس می‌گردید. هر یک قبول باید
نتیجه داشته باشد. در عکس حال باوری خلق از رهبر میماند. اما خوشبختانه بعضی از مراجعت ها بعد اندک فرصت باشد هم حل خود را یافته ایستاده است که این در راضی نمودن اهالی از سیاست کنونی اهمیت مهم کسب میکند. مراجعت اهل محله سری بازارچه و دهه چشمه حل خود را یافت یا نه؟ به این سوال در لوحه نوبتیمان جواب میابید. واقعا یکی از مهمترین مسئله های سیاست کنونی راضی نمودن خلق می باشد. به عباره رهبری دولت گویم همان وقت در کارمان برکه می شود که از فعالیت ما خلق راضی باشد. در محله های ناحیه قبول های سیار منتظم گذرانیده می شوند و اگر گویم که مشکل های مردم پر حل خود را می یابد اشتباه می کنیم، زیرا هستند آن معماهایی که تا حال حل خود را نیافتند و این البته از بی‌اعتباری یا بی‌مسئولیتی بعضی از متصدیان می باشد. اما جهت خرسند آورش در آن است که بعضی از مشکل‌های مردم آهسته آهسته حل می‌گردد. برای مثال مردمی سری بازارچه و محله چشمه در قبول‌های عمومی مراجعت کرده بودند که با سبب کهنه بودن سیمچوب‌ها خاموش شوی قوه برق در نتیجه وزیدن شمال و یا باریدن برف و باران به نظر می‌رسد و از بین چند مدت گذشته این مراجعت حل خود را یافت. به ناحیه به مقدار زیاده از 200 میلیون سوم سیمچوب‌های بتانی آورده شدند و از آن 50 عددش را به کوچه‌های محله سری بازارچه وصل کرده ایستادند. خادمان اداره قوه برق ناحیه در دهه سر بازارچه در همون دهه سر بازارچه در سال 1969 سال همینجا خط الکتریک آورده شدگی. پس از من محله نو با خیلی استالباهایی که برای خط الکتریک بردن استالبا نبود. من با همون سال اینجا سیمچوب‌های کهنه گپتون را گرفتین کی وصل کرده شدگی؟ این انم سیمچوب‌های حوزه انم کوچنده شدگی ما سال 90 سال وصل کردگی آدم‌ها خودش با رو حشر کردگی. حشر شدگی نه من کورهای حوزه 30 سال نشدگی کورها حضور اجراش سوز ما اهل محله نوع خرسنده. در قبول سیار اهل محله چشمه نیز برطرف نمودن معمای اساسی را گفته بودند و معلوم گشت که در بعضی کوچه های این محل نیز سیمچوب های کهنه و به حالت تباه آمده به تست خاموش شوی قوه برق سبب می گردند. از بین چند مدت گذشت و این معما برطرف نشد و در نتیجه به ناراضگی اهالی سبب گردید. اما ناگفتن نماند که یگان مراجعت از اعتبار دور نمی ماند و فقط حل بعضی از مسئله ها فرصت طلب می کنند. با دوتازی رهبر ناحیه و سرور اداره قوه برق معمای اهل این ده نیز نهایت حل خود را یافت. به این ده نیز 30 عدد سیمچوب های بتانی آورده شد. من یک چم با حکومت معما مراجعت کردم. من امروز مراجعت کردم. هم مراجعت من نسبتا من استلب 30 دونه استلب آوردم. کدام مراجعت ها عموما نام به نام میگفتید؟ عموما من آب نشوکو اساسا آب نشوکی من الکتر ویش سیمچوب ها مراجعت کردم. بعد گاز مثلا جو مراجعت کردگی آبیاری کردم با مراجعت کردگی برای یک کدام از همین مراجعت ها حل خود را یافت؟ اهم مراجعت ها من امروز سلبم آورد. خدا خواهد من آورده پرسته نمیموندگان آوردم گفته خلاص بگن آوردن خدا خواهد اینا مونده قوشک درگرونه میدین خدا خواهد. آب نوشاکی چی شد؟ شوکمو من 300 متر شلنگ دادن خوونده تیار کوفته خوونده تیار کرده موندم. حالا بازم موندهش یک 900 متر دیگه میتیان گفته وکدن خدا خواه وعده دادن حالا میتیان بیا همین شب گفته میتوانید همین معماها ایسا حل خود را یافته ایستاده است. یعنی حاکم وعده خود را اجرا کرده ایستاده است. در حقیقت حاکم من وعده دادن. من وعده شما یالق من امروز استلبا اومد من اومو شد. این همه طلب من کرده همش یک بار نمیشه. اینا من میفهمم فرصت طلب میکنه و خوشای همش خدا خواهد مبلغ وابسته. من امروز خودم باور کردم که من اومد یک سیمچوب ها هم به مقدار نزدیک 35 میلیون سوم 35 میلیون فهمیدم من 35 میلیون سوم نه من ان کرانموی هم سال 1200 متر این تخمینا گفتیم 1200 متر تور گفتم ممکن وای 1500 متر برود. ما سومش گفتم حکم گفتن که مترش فرق ندارن ما چند که برود میتیم خدا خواهد گفتن خدا خاطر می دیمک معما حل خود را یافته ایستاده است. آهسته. خلاصه هر یک مراجعت باید در اعتبار باشد، زیرا سیاست امروزه طلب آن را دارد خلق فراوان حیات بسر برد و مشکلی های مردم سری وقت حل خود را یابد. خوشبختانه این سیاست خردمندانه رهبری دولت تعارف دامن فراخ کرده ثمره خوب می‌دهد، یعنی فراوانی حیات مردم
تأمین می‌گردد. با برابر آبادگردی کوچه و منزل‌هایمان روزگارمان نیز آباد گردیده ایستاده است که این را ما و شما گواه شده و امروز با چشمان خود دیده ایستاده ایم. با کسی که معلم را ارج نمیگذارد احترام ندارم. این گفته های پرزیدنت شوکت میرزیویف حق است و راست، زیرا آموزگار لایق است به همگونه اعتبار و اعتراف و احترام. و در ادامه این هفته مردم سعادتمند ازبکستان بهترین روز سنه مبارک عید آموزگاران و مربیان را استقبال گرفتند. خواستیم در ابتدا بیتی از مولای روم اینجا قرائت نماییم که در حق استاد کسی از او خوبتر و بهتر نگفته، هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. در حقیقت هیچ کس در این زمین خود از خود بزرگ نشد، خود از خود موفق نگشت. در ضمیر همه این بزرگشوی و موفق گردی ها مهنت استاد میخوابد. بزرگان هم استاد داشتند، به درجه بزرگی طفیل مهنت استاد رسیدند. اگر در جهان آموزگار نیست، روزگارمان تیره از بیخیردان میگردد. به این معنی جامی بزرگوار میگوید اگر در جهان نبود آموزگار، شود تیره از بیخیرد روزگار. اعتراف باید کرد که طفیل سیاست خردمندانه پرزیدنت شوکت میرزیویف در ازبکستان صاحب اختیار آبرو و نفوذ آموزگار طرف بلند میگردد و به این منوال اعتبار به ساختار تعلیم می افزاید، زیرا تعلیم یکی از مهمترین عامل‌های بنیاد دولت آیندهش بزرگ می باشد. همه ما معلوم است که امروزها در ریسپوبلیک ازبکستان با تیار نمودن کادرها و رواج دادن کارهای آموزگاران یک قطار قرارهای فرمانها برآورده شده است. البته ما از این آموزگاران خیلی خرسندیم، چون که آموزگار این در جمعیت یک شخصی تربیت دهنده و شخص اساسی است. برای همین راهنمای زندگی انسان است. برای همین هر یک آموزگار از قرار و فرمانهای امروزه محترم پرزیدنتمان و حکومتمان البته درست استفاده برده و کار خود باید مسئولیتناک باشد و در تربیت نسل نورس یک سهم بازسازی خود را گذارد. محترم پرزیدنتمان در یک چند سخنهایشان میگویند که هر یک آموزگار باید به طلب امروزه جواب دهد. البته این از خود آموزگاران طلب میکند و به خود آنها وابسته است. واقعا در سرزمین آفتابی ما امروزها مهنت آموزگاران قدر می‌یابد و برای فعالیت پرثمر بردن آنها در امکانیت‌ها باز است. میتوان گفت که امروزها در ناحیه مانی ساختار تعلیم طرف رشد و نمو می‌یابد. نتیجه فعالیت پرثمر آموزگاران ماست که خوانندگان یکچند مکتب‌های ناحیه در آزمون و المپیادهای فنی فعالانه اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال می‌کنند. از این خاطر یک نفر آموزگار از ناحیه ما در روز آموزگاران به گرفتن مکافات دولتی میسر گشت که ما درباره آن در برنامه‌های آینده ایستاده می‌گذاریم. بار دیگر آموزگاران عالی قدر، استادان عزیز را به عید کسبی‌شان مبارکبادی نموده به عباره شاعر گفتنیم که حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. طوری که توسط بخش خبری اخبار در برنامه‌های گذشته به شما معلومات داده بودیم، به مناسبت عید آموزگاران در ناحیه یکچند تدبیرها دایر گردیده. یکی از مهمترینش این مسابقه ماراتن می باشد که آن در بین رهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، جوانان، اسکران و افسران شده گذشت و از همه مهمش در ماراتن حاکم ناحیه نیز فعالانه اشتراک کرد، اما غالبیت را یکی از اسکران قسم حربی ناحیه به دست آورد. حالا از آن تدبیر نقل می‌کنیم. برای انسان جز سلامتی دیگر چیز پرارزشتر و پرقیمتتر نیست. ثروتمندترین انسان آن است که سلامتی مستحکم داشته باشد، زیرا سلامتی که از دست رفت تمام مال و ملک میلیاردرهای عالم را مصرف کنیم هم آن را برقرار کردن مشکل است. برای مستحکم سازی سلامتی باشد ورزش نیز رول مهم می‌بازد. شخصی که منتظم به این ساحه مشغول می‌شود از هر جهت سالم می‌گردد. به همین خاطر در ناحیه با تشبث حاکمیت و دیگر تشکیلات‌های دخلدار گذرانیدن مسابقه‌های ورزشی خیلی خوب به راه مانده شده است. این دفعه مسابقه ماراتن با تشبث قسم حربی 12494 و اتفاق جوانان تشکیل کرده شد و در آن جوانان، رهبران و اسکران اشتراک نمودند. حاکم ناحیه فرخ اوسرف نیز اشتراک کرده در مسابقه با ورزشکاران قوه آزمایی کرد، اما در مسابقه یکی از اسکران قسم حربی غالب برآمد. Birinchi oktyabr ustozlar bayram kunida mana So'xda marafon uyushtirildi. Unda barcha harbiy xizmatchilar va qolaversa mahalliy aholi, har xil tashkilotlar do'stlarimiz bilan birgalikda
marafonda qatnashdik. Marafonda faxrli o'rinni oldim do'stlarim bilan. Bundan faxrlanaman. Bugun O'zbekistondagi barcha ustozlarga va meni o'qitgan barcha o'sha ustozlarimga chin dildan muborakbod etaman bayram bilan. Kelajakda bizlar ham ulardek bir vatanga, davlatimizga bir o'z hissamiz qo'shadigan shaxs bo'lib yetishishimizni tilayman. احترام نمودن استادان برای ما شاگردان هم فرض است و هم قرض، زیرا ما در حیات به کمک استاد به جای رسیدن نمی توانیم. آنهایی که در ماراتون فعالانه اشتراک کردند و جایهای نمایان را اشغال نمودند، سراول به استادشان عرض سپاس نمودند که در این ظفریابی سهم استاد برجسته است. پیش از همه در انتهای مسابقه به غالبان و اشتراکداران فعال از جانب حاکمیت ناحیه و شعبه کارهای داخلی مکافات‌های گرانبها و افتخارنامه‌ها تقدیم کرده شد. انسان تمام عمرش فقط فرزند گویان عمر به سر میبرد و واقعا فرزند را بیهوده میوه عمر نمیگویند. هر آنچه در دوام حیات خود میکنیم و میکوشیم برای فرزندان است. بچگی دوره خوشبخت‌ترین و بسیار زیبای انسان است و تمام خاطرات شیرین‌گوارا محض از همین دوره حیاتی آدم در میانه و قلب‌ها باقی میماند. فرزند انسان دائما از دوره بچگیش یاد میکند و به تعبیر به هنگام یاد کردن این دوره بی‌غش و زیبا دلش گم میزند. ولی چرخ تاریخ و تقدیر به قفا نخواهد برگشت و آدم دیگر باره کودک نخواهد شد. برگشتن به دوره بچگی آرزو و هوس هست و خلاص. دوران بچگی دوره از همه زیبای حیاتی انسان است. باعث علاهیده قید کردن است که در ریسپوبلیکمان در سمت تربیت نسل نورس به وای رسانیدن اولادان از هر جهت سالم و برکمال تحت سروری پرزیدنتمان عملهای بسیار نکو عملی می‌گردند. از جانب سرور دولت به ساحه تعلیم تا مکتبی یعنی باغچه و کودکستان‌ها تشکیل مؤسسه‌ها به ساحه اعتبار جدی ظاهر می‌گردد. صاحبکاران ما نیز از این اعتبار رو توان گرفته در این سمت حرکات کوششی به اندازه می‌کنند. همین باعث امروز در ازبکستان شماره باغچه‌های خانگی خصوصی و نادولتی می‌افزاید. در این سمت در جمع شهروندان محله گلستان بسیار کارهای نیک و نظررس کرده می شود. ساکن محله صاحبکار جوان ظفرجان اشورف از زمره آن تدبیرکاران است که در راه به عمل تطبیق کردن قرار و فرمانهای پرزیدنت که عاید تعلیم و تربیت نسل نورس قبول کرده شدند حرکت‌های بچش نمایان می‌کند. با تشبث و کوشش این صاحبکار و همطلب و درخواست اهل محله در آینه خود باغچه خانگی تشکیل کرد که امروز این مسکن تربیت یک چند نفر فرزندان اهل محله گلستان را به آغوش خود گرفته است. ما کوشش و حرکت کردیم که طلب و درخواست اهل محله را به نوبت گیریم و خرسندی بخش است که این تکلیف ما را تشکیلات‌های بالایی رد نکردن و همین طریق در محله باز یک مؤسسه تعلیم تا مکتبی تشکیل کرده شد. میگوید این صحبت با ما خودی صاحبکار ظفرجان اشورف. این مؤسسه از مکان‌های تربیتی نبونیان باشد و باید گفت که کارمندان باغچه مذکور دائما برای اجرای وظیفه‌های خود در راه تربیت نسل نورس کمر بستند. از این چند روز قبل تدبیری به استفاده سپاریدن این مکان تربیت برگزار گردید. در مراسم تقدیمات این مؤسسه اهل محله و دیگر متصدیان اشتراک کردند و چون می‌بینید همگان از گشایش این گونه مؤسسه خیلی خرسند هستند. امروز در این کودکستان 25 نفر فرزندان اهل محله تربیت می‌گیرند. خانه‌های خوراکپزی و خوراکخوری، استراحت بچگان، گذرانیدن مشغولیت‌های تعلیمی و تربیوی و خانه طبی با اسباب و انجام‌های ضروری از جمله مبل و عیانیت‌های متعدی و داروواری‌ها برای یاری اولین طبی جهازانیده و تأمین شدند. اشتراکداران تدبیر گشاده‌شوی این مسکن تربیت نادولتی در سخنرانی‌های خود اهل محله را با گشاده‌شوی این مؤسسه مبارکباد کرده در سال‌های من بعد برای پوره به مؤسسه‌های تا مکتبی جلب کردن کودکان اجرای قرار و سفارش‌های پرزیدنت ریاست ازبکستان حرف زدند و قید نمودند که مردم سوخ نیز با فعالیت صدق دلانه خود در همه جبهه‌های زندگی سزاوار موفقیت و دستاوردها میباشد. باز شدن چنین مؤسسه‌های نادولتی تا مکتبی هم نشان از اجرای قرار سروری مملکت و موفقیت اهل محله و ناحیه به حساب می رود. الحال در این مکان نوی تربیت 3 نفر با جای کار نو تامین کرده شدند. آنها نیز از این گونه اعتبار و غمخواری خرسندند و خرسندی خود را با مینداری ها بیان می سازند. خاطر رسان میکنیم در نوار بخش خبری و تحلیلی هفته تلویزیونی سرخ و همین را به شما گفتنیم که از نام محله نواباد به ما 2 مکتوب دسترس شده بود و در آن مکتوب معما یعنی مسئله های حل طلب محله ذکر خود را یافته بود و ما البته آن را آموخته به اداره های دخلدار به شخصان متصدی مراجعه میکنیم و جواب آن را البته به
صاحبان مکتوب یعنی مراجعت کننده ها میرسانیم. و در همینجا به بخش خبری و تحلیلی هفته حسنی انجام میبخشیم. خیر سلامت باشید تا بازدید.